به نام خداوند پاک و مهربان با عرض سلام احترام آرزو دارم همه جور و صحتمند و سرحال باشین. دوستان عزیز، بحث در مورد الدهایدها بود. الدهایدها را گفته بودیم مشتقات اکسیژن دار هستند، گروپ کربونیل دارند، پسوند نامشان Al است، فرمولشان RCOH و همچنان نامگذاریشان خواندیم که یکی به اساس تیزابش نامگذاری میشه، مثلا فارمالدهاید، استالدهاید، ویرالدهاید از تیزابی که حاصل شده. یکی هم به اساس آیوپک نامگذاری میکردیم، از گروپ الدهاید شماره میزدیم، بقیه را ذکر میکردیم، وقت آخر تعداد کربن و پسوند ال ذکر میکردیم. یا میشت کربن دوم الفا، سوم بیتا، چهارم گاما به این ترتیب نامگذاری کنیم. و یا دو کربن اول هسته میگرفتیم، بقیه ها را ذکر میکردیم، داخل استالدهاید یا ایتانال ذکر میکردیم. در خواص فیزیکیشان هم گفتیم که مرکبات کوچکشان بوی آزاردهنده داره، تیز است، اما مرکبات بزرگشان خوشبوی است، در عطرسازی و ساختن مسائل دیگه از پیشش استفاده میشه. امروز خواص کیمیاویشان میخوانیم، خواص کیمیاوی الدهایدها. دوست عزیز، الدهایدها مرکبات فعال هستند به خاطری که در ترکیب خود یک رابطه پای دارن و میتونن تعامل جمعی را انجام بدن. من بعض تعاملاتش خدمت شما ارائه میکنم. اولین تعاملشانی که از ارجاع الدهاید الکل اولی حاصل میشه، قسمی که در الکل ها گفته بودیم، اگر الدهاید ارجاع کنیم میشه الکل اولی. مثلا دوستان عزیز، این فرمول الدهاید است، این جمع هیدروژن میکنم، اینی رابطه قطع میشه، از این دو هیدروژن یکیش این جمعه ای OH جور میشه، یکیش هم این جمعه ای CH2 جور میشه، آر خودش CH2OH. از ارجاع الدهاید الکل اولی در درس الکلا گفته بودیم. این همین دو تا الدهاید مهمه براتون ارجاع میکنیم. یکی فارمالدهایده. فارمالدهاید که ارجاع کنیم، اینی رابطه مشکن از این دو H، یکیش بالای کربن نصب میشه، یکیش بالای ای CH3 میشه، ای OH میتایل الکل حاصل میشه، از میتانل میتانول حاصل میشه. یکی هم استالدهاید ارجاع میکنیم، رابطه قطع میشه، یک هیدروژن اینجا نصب میشه، یکی اینجا CH3 CH2، یک H داشت یک H دیگه هم نشد، ای هم شد OH. از استالدهاید ایتایل الکل، یا ساده تر بگوییم از ایتانل ایتانول حاصل میشه. تعامل دوم دوستا از اکسیدیشن الدهاید است. اگر به یاد داشته باشین در الکلا گفته بودیم الکل اولی اکسیدیشن شود الدهاید، الدهاید اکسیدیشن شود تیزاب، ارجاع شود برعکس. خیر، از اکسیدیشن الدهاید تیزاب های عضوی حاصل میشه. ببینین دوستان عزیز، RCOH ای الدهاید است، این اکسیدیشن میکنیم، این اکسیژن می اینجا نصب میشه که نصب شد. این بخیر در لکچرهای بعدی یاد میگیریم، این فرمول تیزاب هاست. مثلا اگر فارمالدهاید داشته باشیم، اکسیدیشن شوه، فارمیک اسید حاصل میشه، COH، یک او این اینجا زیاد شد، اینی فارمالدهاید است، فارمیک اسید. اگر می استالدهاید باشه استیک اسید حاصل میشه. یا به می ترتیب بر الدهاید دیگه هم که داشتین، فقط کمی تغییر وارد میشه که اینجا یک تا او زیاد میشه، استالدهاید و یا مس استیک اسید که در درس تیزابا بخیر یاد میگیریم. از اکسیدیشن الدهاید تیزاب حاصل میشه. دوستان عزیز، دو تا تعامل بر الدهایدها فهمیدیم، از ارجاع الدهاید الکل اولی، از اکسیدیشنش تیزاب حاصل میشه. تعامل دیگه که شما برای الدهاید یاد داشته باشین وی است که از تعامل الدهاید به همراه الکل در مرحله اول همی استال، در مرحله دوم استال حاصل میشه. دقت کنین دوستا عزیز، من تعاملش براتون بگیرم. RCOH الدهاید جمع الکل ROH. شما تصور کنین اینی رابطه قطع شده باشه، این رابطه که قطع شد، هیدروژن
الکل میه بالا از این کربن نصب میشه. اینجا چی گپ میشه؟ آر سی دو رابطه بود، یکیش قطع شد، یک الکترون پیش از این یک الکترون هم پیش از این درست است؟ خب حالا چی گپ میشه؟ اینی هیچ فکر کنین از اینجا آمد بالای از این نصب شد، این شد او اچ. این اینجا گروپ الکوکسی باقی ماند، آر او اچ، اچش قطع شد، آر او اچش میه اینجا نصب میشه، آر او اچ هم بالای از این کربن نصب میشه. اینی را به نام چی یاد میکنیم؟ هیمی اسیتال. در نتیجه میشه آر سی او آر، ای را بالا رسم کردم، اچ و او اچ. اینه دوستایز، اینه یک چیزی حاصل شد. دقت کنین رابطه قطع شد، اچ آمد بالای از این نصب شد، او آرش هم اینجا نصب شد. خوره بالا رسم کردم فرق نمیکنه دیگه، مو اجزا است. اگر دفعه دوم ایمی اسیتال تعامل بتیم، تعامل ادامه بتیم، در نتیجه چی گپ میشه؟ آر او آر او اچ و اچ جمع الکل آر او اچ، یک مولکولاب جدا میشه، یک مولکولاب. فکر کنین این اچ از اینجا که تو اچ از اینجا جدا شد، اینی آر میه بالای از این او نصب میشه، در نتیجه آر سی او آر، این اینجا میشه او آر اچ جمع یک مولکول آر. این را به نام چی یاد میکنیم؟ این را به نام اسیتال. ایمی اسیتال و ایم شد اسیتال. در کتاب براتون مثال آمده و مرحله دوم تعامل در کنکور هم سوال آورده، اما تعاملی را که در کتاب آورده که در کنکور هم براتون آورده، ای که کدام الدیهاید که کدام الکل گرفته، اول آورده اسیتالدیهاید همراه ایتایل الکل گرفته. دقت کنین شما دوستان عزیز، این اسیتالدیهاید است، جمع ایتایل الکل C2H5OH، این در مرحله اول گرفته. خوب دقت کنین رابطه قطع میشه، یکی چیزی میه این اینجا OH و اینی قسمتشون باقی من بالا از این کربن نصب میشه، این در نتیجه میشه RC، اینی H خودش در نظر بگیرین، درست است؟ H خودش و اینی آمد که از این نصب شد، این شد OH، باقی من OC2H5. باز دفعه دوم این مرکب گرفته که اینم اینجاش در کنکور بر شما آمده CH3، دفعه دوم آمده CH3 COC2H5HOH، اینم میره گرفته جمع میتایل الکل کرده دفعه دوم. این قدرش در کنکور داده، گفته نتیجه از این تعامل چی میشه؟ یک مولکول آب خارج میشه که خارج تینی میتایل می اینجا نصب میشه، در نتیجه CH3 COC2H5O CH3 و H جمع یک مولکول آب. اینه دوستای عزیز، اینی سوال کنکور و این شما میتونید یادش کنید. همین نام از امیرم دقت کنین دوستای عزیز، اولی را میخوایم نامگذاری کنیم. سعی کنین اینه قرار در نظر بگیرین، ایتایل الکل است، دو کربن و هیچ ایتایل الکل. این اینجا چی است؟ ایتوکسی، گروپ الکوکسی است. در درسی ترا گفته بودیم از ایتایل الکل که یک هیدروژن کم شد ایتوکسی حاصل میشه. یک ایتوکسی ایتانول، یک ایتوکسی ایتانول. و اینجا را ببینید نامش چی رقم میگیم دوستای عزیز. اینی ایتایل است، خب ایتایل، اینی هم میتایل. ایتایل این قدرش هم اسیتال در نظر بگیرید، اینی گروپ اسیتال است، CH3COH گروپ اسیتال است، ایتایل میتایل اسیتال. یک بار ایرام نامش میگم، یک ایتوکسی ایتانول، ایتایل میتایل اسیتال. خب دوستای عزیز، تعامل اول گفتیم ارجاع الدیهاید الکل اولی حاصل میشه که ارجاع معمولا در موجودیت کاتالیست نیکل و پلاتین. به یادتان باشه باز در صنف نو ما فرق عضوی و غیر عضوی داریم. یکی از فرقای تعاملات عضوی با غیر عضوی است که در عضوی تعاملات بطی است، خوب تعامل نمیکنه، حتما تعاملات یا به حرارت نیاز دارن یا به کاتالیست یا به هر دویش. تعاملات عضوی معمولا به اینا نیاز دارن. دوم گفتیم از اکسیدیشنش تیزاب حاصل میشه. سوم گفتیم از تعاملش با الکل در مرحله اول هیمی اسیتال، هیمی نیمه مونومیته و در مرحله دوم اسیتال حاصل میشه. تعامل چهارم بر الدیهاید، تعاملش به همراه هیدروژن سیاناید است. هرگاه الدیهاید جمع هیدروژن سیاناید شود،
هیدروژن سیاناید. الدهاید سیانو هایدرین حاصل میشه. الدهاید سیانو هایدرین. دقت کنین R C دو رابطه H ای الدهاید. یام هیدروژن سیاناید رابطه قطع میشه. H میه اینجا نصب میشه. C میه بالای زی کربن نصب میشه. در نتیجه RCOH CnH الدهاید سیانو هایدرین. اما باید تان باشه هیدروژن سیاناید گاز زهری است، تعامل مستقیم نمیتونن، بنانی را همیشه از نمکایش به دست میارن. مثلا سودیم سیاناید است، جمع یک تیزاب مثلا ایره میکنن، در نتیجه سودیم بای سلفیت یک تعامل تعویضی صورت میگیره، جمع هیدروژن سیاناید به دست میاره، باز تعامل انجام میده. این حال شما فکر کنین میتونه اینی CH3 باشه، این اینجا CH3 باقی میمانه، میتونه هر چی دیگه بقیه باشه. کتاب شما براتون مثال آورده C6H5COH بنزالدهاید آورده، بنزالدهاید جمع هیدروژن سیاناید. اینی رابطه قطع میشه، اینی H میه بالای O، C نشان میه بالای کربن، C6H5OH CnH بنزایل سیانو هایدرین. بنزایل سیانو هایدرین. اینمی بنزالدهاید سیانو هایدرین. بنزالدهاید سیانو هایدرین. خب ایران فهمیدیم که از تعامل الدهاید به همراه هیدروژن سیاناید الدهاید سیانو هایدرین حاصل میشه. تعامل پنجمی که شما بر الدهاید یاد داشته باشین، تعامل الدهاید همراه معرف گرینارد است. هرگاه الدهاید به همراه معرف گرینارد تعامل بتیم، معرف گرینارد، معرف گرینارد در الکانا خوانده بودیم، الکایل مگنیزیم هلاید. در اول الکوکساید حاصل میشه، الکوکساید. در مرحله دو مگیره باز جمع آب کنیم، هایدریشن کنیم، الکل دومی حاصل میشه. الکل دومی جمع مگنیزیم هیدروکسی هلاید. مگنیزیم هیدروکسی هلاید. دقت کنید RCOH جمع RMgX. در نتیجه دوستای عزیز رابطه قطع میشه که قطعش دینی R میه بالای کربن نصب میشه، MgX شان بالای او نصب میشه. در نتیجه RCOMgX و اینجا میشه RH. اگر جمع آب کنیم، جمع آب HOH، در نتیجه رابطه از اینجا قطع میشه، این یک H میه اینجا ایره OH میسازه، OH شمرای مگنیزیم جدا میشه، در نتیجه میشه RC، این اینجا OH جور میشه، ER خودش و H. این یک دقت کنین الکل دومیست، در گروپ کاربینول دو تا R وصل است یا یک تا H باقی مانده. و خب شما میره در تقسیم بندی الکلامت گرفته بودیم، فقط OH اینجا بود، حالا اینجا فرق نمیکنه، میشه مگنیزیم هیدروکسی هلاید. یک مثال هم اگه بگیریم مثلا CH3COH جمع CH3MgCl. در نتیجه رابطه قطع میشه، CH3 خودش اینی CH3 میه اینجا نصب میشه و جای CH3 داریم دیگه، اینجا میشه OMgClH. اگر جمع آب کنیم H2، در نتیجه این قسمت قطع میشه، اینجا OH جور میشه، CH3OH CH3H جمع MgOH C. تعامل بعدی دوستان از پلیمیرایزیشن الدهاید هاست. پلیمیرایزیشن بخیر در فصل 12 و 13 میخوانیم. یک جاشتن چندین مولکول کوچک یک مولکول بزرگ بسازه. الدهاید ها دو نوع پلیمیر جور میکنن، یا پلیمیر زنجیری جور میکنن یا پلیمیر
حلقوی که مردوش بر شما تعاملش هم میگیرم. دقت کنین ما اگر داشته باشیم RCOH این مولکول الدیهاید بگیریم، حرارت بدیم، در نتیجه دوستای زینی رابطه مشکنه. رابطه که شکست، شما ایره تو تصور کنین که ما می الدیهاید تو رسم کرده باشیم R C دو رابطه OH، اینو تو تصور کنین همی الدیهایده. اینی رابطه شکست، یک الکترون پیش ازی میمونه، یکی پیش ازی. خوی یک مولکول بود، این مولکول مثلا مولکول دیگه ازی در پولیش اینما تو این HOR، اما تو مولکول دیگهش در پولیش. فکر کنین اگر ما 3 مولکول گرفته باشیم این 3 تا توتا حاصل میشه، ای با ای وصل میشه، ای با ای با مولکول پولو، اما تو وصل شده میره. اینه میگیم پلیمیرایزیشن. خیلی نمیره، من تو براتون نشته میکنم که حاصل میشه رابطه کربن هیدروژن R O رابطه کربن هیدروژن R رابطه O H R رابطه این مولکول. اگر 100 مولکول گرفتیم 100 تا اینم تو با هم وصل میشه، اگر 1000 تا گرفته باشیم 1000 تا. این پلیمیر زنجیریش بود، اما میتونه پلیمیر حلقوی هم بسازه، پلیمیر حلقوی. باز شما فکر کنین ما این مولکول الدیهاید گرفتیم و حرارت دادیم، در نتیجه دوستای زم دفعه ایره تو تصور کنین که بوده باشه R C O H یک مولکولش بوده باشه، اما تو مولکول دوم بوده باشه R C دو رابطه O H، اما تو مولکول سیومی بوده باشه O R H، به همین ترتیب مولکول چهارمی بوده باشه. اینی رابطه قطع شد که قطع شد یک الکترون پیش از اینا باقی ماند. اینالی اینی کربن امرای از اکسیژن فکر کو وصل شد، اینی کربن امرای از اکسیژن وصل میکنم، ایرا اکسیژن امرای از کربن وصل میکنم، اینی اکسیژن امرای از کربن وصل میکنم. این چی جور میشه؟ مرکب حلقوی است، پیشی جور میشه پلیمیرایزیشن حلقوی صورت میگیره. در نتیجه میتونیم نشته کنیم که C R H رابطه O رابطه C رابطه R رابطه H رابطه O رابطه C R H رابطه O رابطه کربن. به می ترتیب اینا با هم وصل میشه. در این حالت دیگه چون 3 مولکول وصل کردیم اینا چند میگیریم؟ 3. اگر 3 الدیهاید داشته باشیم به این شکل میتونه که پلیمیر حلقوی را بسازه. تعامل بعدی در مورد الدیهایدها احتراقشان است. از احتراق الدیهایدها مثل هر مرکب عضوی دیگه کربن دی اکساید و انرژی حاصل میشه. مثلا اگر داشته باشیم که پروپانل CH2COH جمع اکسیژن میشه کربن دی اکساید و آب و انرژی. اگر بخوایم توزیع کنیم اینجا 3 هیدروژن 5 6 3 2 6 کربن 1 2 3 3 اکسیژن چند تا شد؟ 3 2 6 3 1 3 9 تا، این اینجا 4 2 8 1 9. ایره به خاطر گفتم ما توزیع قبلا خواندیم، در غیر عضوی توزیع خواندیم. یکی از توزیع ها برای توزیع عضوی بود، نخوانده بودیم؟ خب توزیع عضوی را هم امروز در ختم درس براتون میگم، آسان است. توزیع در صنف 10 خوانده بودیم. توزیع در صنف 10 خواندیم، خیلی توزیع باز بر شما میگم. ولی کتابتان یک فرمول برای توزیع احتراق الدیهایدها براتون گرفته. گفته اگر ما CnH2nO داشته باشیم که فرمول الدیهاید هاست. فرمول الدیهاید ها مثبت CN منفی 1 بر 2 اکسیژن مساوی میشه به N کربن دی اکساید و N مولکول آب. N مولکول آب. اینجا شما سعی کنین ای الدیهاید N تعداد چی است؟ کربن. کربن اینجا چند تا؟ 3 تا. سعی کنین 3 3 9 9 منفی 1
8 8 بر 2 4 ایام 3 چونین ما 3 بود. یعنی فرمول توزین شده الدیهاید است. دوستای عزیز، تعاملاتی که بر الدیهاید آورده بود احتراقش براتون گفتم، پلیمرایزیشن گفتم، با معرف گرینارد، با هیدروژن سیاناید، با الکل، ارجاع و اکسیدیشنش مکمل تعاملاتش گفتیم. اما یک دو موضوعک است که خوب است شما یاد داشته باشین. نشته کنین تجربه تولوین یا جیوه شیشه. تجربه تولوین یا جیوه شیشه. امیره در کنکور آورده که مخلوط آبی نایتریت نقره و امونیا را به نام چی یاد میکنه؟ به نام محلول تولوین، معرف تولوین یاد میکنه. نشته کنین محلول آبی نایتریت نقره، محلول آبی نایتریت نقره و امونیا را، محلول آبی نایتریت نقره و امونیا را به نام معرف تولوین یاد میکنن. به نام معرف تولوین یاد میکند که به شکلی می باشد. و در اکسیدیشن الدیهایدها استفاده می شود. 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 درست شد؟ دوستای عزیز، تعاملش از شما پرسان نمیکنه، اما یکیش خود سوال آمده. سوال آمده در کنکور که محلول نایتریت نقره و امونیا رو به نام چی یاد میکنه؟ به نام معرف تولوین یاد میکنه. میتون از شما تصم سوال کنه که معرف تولوین کدام است؟ این معرف تولوین است. یا اگر پرسان کنه که چی استفاده میشه؟ در اکسیدیشن الدیهایدها. تعاملی که اینجا آورده برات میگیرم، اما تعاملش نمیاره. توسط از جیوه‌کاری شیشه صورت میگیره. این آینه که جور میشه، پیش سر شیشه که جیوه کنین به چی تبدیل میشه؟ به آینه. آینه‌ای که شما در خانه استفاده میکنین کلش به طریق جیوه کردن حاصل شده. یک تعامل اینجا برای اکسیدیشن الدیهایدها گرفته دیگه. با گمان اغلب که در کنکور ناممکن است بیایه، اما خیر تعاملش آسان است. این دوستای عزیز الدیهاید گرفت و معرف تولوین گرفت. در نتیجه نقره رسوب کرده، امونیم تولید شده، آب تولید شده و امونیا تولید شده. از تعاملش اگر میگذارین سعیس مهم نیست، ولی شما یاد بگیرین که محلول آبی نایتریت نقره و امونیا را به نام معرف تولوین یاد میکنه. در اکسیدیشن الدیهایدها استفاده میشه و یا معرف تولوین است. یک مقدارم در مورد تست فهلنگ براتون معلومات داده. یک تست مشهور است در لابراتوار که توسط مواد تشخیص میکنه، مثلا گلوکوز امرش تشخیص میشه که رنگ سرخ خشتی تشکیل میده. ببینیم چی گفتن. نشته کنین محلول معرف فهلنگ، محلول معرف فهلنگ خاصیت قلوی را دارد. این میره میتونه در کنکور بیاره که چی نوع خاصیت داره؟ خاصیت قلوی را دارد و متشکل از آیون‌های مثل 2 مثبت، کپر مثبت 2 و متشکل از آیون‌های مثل 2 مثبت و نمک پوتاشیم یا سدیم تارتاریت، سدیم یا پوتاشیم تارتاریت. ما تارترونیک اسید داریم، وقتی همراه فلزات یک جای شود مثلا سدیم تارتاریت. این فرمول سدیم تارتاریت است.
از سر برتان میگم. محلول معرف فعلا خاصیت قلوی را دارا بوده، متشکل از آیون مس مثبت 2 و نمک پتاسیم یا سدیم تارتاریت. این حالی سدیم تارتاریت است. اگه اینجا پتاسیم می بود پتاسیم تارتاریت بود. می باشد متشکل از مس مثبت 2 و نمک پتاسیم یا سدیم تارتاریت می باشد. و زمانی که با الدیهاید تعامل نماید، رنگ آبی خیره آیون مس، یعنی مس مثبت 2، رنگ آبی خیره آیون مس به رنگ سرخ تیره که رنگ سرخ تیره نتیجه کپراوس اکساید است. به رنگ سرخ تیره تبدیل می شود. بازم تعاملش که در کنکور برتان نمی، اما دوستا ازی الدیهاید است. اگر مثل مثبت 2 جمع امو کمپلکس سودیم یا پتاسیم تارتاریت هر کدامش که باشه، کمپلکس جمع 5OH در نتیجه کاربوکسیلات حاصل میشه، جمع آب جمع کپراوس اکساید که همون رنگ سرخ تیره است. یک خط نوت دیگه هم نشته کنین. الدیهایدهای اروماتیک تنها توسط معرف تولوین اکسیدی می شود. تنها توسط معرف تولوین اکسیدی می شود، اما توسط محلول فهلنگ نمی شود. توسط معرف تولوین اکسیدی می شود، اما توسط معرف فهلنگ نمیشه. کی را میتونه در کنکور سوال بیاره که الدیهایدهای اروماتیک یا القوی توسط چی اکسیدی میشه؟ جواب شما توسط معرف تولوین. هم یک خط نوت دیگه هم نشته کنین. اگر ایتایل الکل را به حرارت 21 درجه سانتیگراد با محلول فهلنگ به حرارت 21 درجه سانتیگراد با محلول فهلنگ در یک تست تیوب بیاندازیم، در یک تست تیوب امتحانیانه، در یک تست تیوب بیاندازیم کپریک اکساید و استیک اسید. کپریک اکساید و استیک اسید حاصل می شود. درست شد؟ خب دوستان عزیز، بر از این کم قدر بفهمین کفایت میکنه. موضوع دیگه استحصال الدیهاید است. الدیهایدها رو چطور میتونیم به دست بریم؟ یکیش اکسیدیشن الکل اولی است. اگر الکل اولی رو اکسیدیشن کنیم به چی تبدیل میشه؟ به الدیهاید تبدیل میشه. مثلا دوستان عزیز این الکل اولی است RCH2OH و اکسیدیشن شود. اکسیژن یک هیدروژن از اینجا میگیره، یک هیدروژن از اینجا، در نتیجه تبدیل میشه به الدیهاید و آب. من همین تعامل برتانی تو بگیرم RCHOH، این همی الدیهاید، اینی هم اکسیژن، اینی دو تا هیدروژن میگیره، این اینجا رابطه دوگانه میشه. این حالی اگه اینجا میتایل الکل داشته باشیم فارمالدیهاید حاصل میشه. مثلا اگه داشته باشیم CH3OH اکسیدیشن شوه به چی تبدیل میشه؟ فارمالدیهاید و آب. اگر ایتایل الکل داشته باشیم با استالدیهاید تبدیل میشه. به همین ترتیب بر الدیهاید دیگر هم که داشته باشیم.
طریق دوم بر استحصال الدیهایدها ارجاع تیزاب است. اگه تیزاب ها رو ارجاع کنیم بازم میتونیم که الدیهاید حاصل کنیم. مثلا اگه داشته باشیم RCOH، این فرمول تیزاب است. اگه این ارجاع کنیم اینی دو هیدروژن اینی اکسیژن همراه خود میگیره که گرفت میمانه RCOH جمع یک مولکول آب. مثلا دوستان عزیز اگه داشته باشیم فارمیک اسید، اینی فارمیک اسید است هیدروژن، اینی اکسیژن میگیره، در نتیجه RCOH جمع یک مولکول آب حاصل میشه. یا اگه استیک اسید داشته باشیم RCOH ارجاع شود، اینی هیدروژن اکسیژن میگیره که گرفت میمانه CH3COH جمع یک مولکول آب. خب ارجاع تیزاب هم گفتیم، اکسیدیشن الکل اولی رو هم گفتیم. کتابتان دیهایدریشن الکل اول، دیهایدروژنیشن الکل اولی هم گفته تقریبا همه یک تامل است، یعنی که دو هیدروژن از الکل اولی اگه جدا کنیم بازم چی حاصل میشه؟ الدیهاید. به نمایندگی الدیهاید ها فارمالدیهاید براتان آورده دوستان. فارمالدیهاید اولی این الدیهاید است که در حرارت اتاق به حالت گاز پیدا میشه، دیگرش به حالت مایع بود، اما فارمالدیهاید در حرارت 25 درجه به حالت گاز پیدا میشه. خاصیت اشکاور داره، یعنی اگه در چشم ما تماس کنه سبب اشکریزی میشه. اصلا بالای غشای مخاطی تاثیر میکنه. مثلا اگه بالای دهن تاثیر کنه افرازات دهن، بالای بینی افرازات بینی، بالای چشم افرازات چشم. اولین دفعه فارمالدیهاید بوتیلیروف روسی کشف کرد که اگه شما سوال میکنه که فارمالدیهاید تاست کی کشف شد؟ بوتیلیروف روسی کشف شد. محلول 40% فارمالدیهاید به نام فارمالین یاد میکنن. از فارمالین چی استفاده میکنن؟ در نگهداری اجساد، مثل مومیایی کردن، چون هم جلد سخت میکنه هم ضد میکروب است، میکروب نمیمانه که داخل بره و سبب محافظت میشه. یک موضوعی که آورده که در کنکور هم آمده نشته کنی نمیره که از تعامل جمعی فارمالدیهاید، تعامل جمعی یعنی پلیمریزیشن، از تعامل جمعی فارمالدیهاید اگزامتلین تترامین بله، یا یوروتروپین حاصل می شود. یوروتروپین حاصل می شود از تعامل جمعی فارمالدیهاید اگزامتلین تترامین یا یوروتروپین حاصل می شود که در طبابت در شستن از اینمی مرکب که در طبابت در شستن و پاک کردن نل ادرار، در شستن و پاک کردن نل ادرار و در صنعت در سخت ساختن سرش استفاده می شود. در صنعت در سخت ساختن سرش استفاده می شود. سخت ساختن سرش استفاده می شود. درست شد؟ دوست عزیز تعاملش که پرسان نمیکنه، حالا تعاملش میگیریم، اما پرسان میکنه که از پلیمریزیشن فارمالدیهاید چی حاصل میشه؟ شما میگین یوریتروپین یا اگزامتلین تترا امین حاصل میشه. مورد استفاده از چی است؟ شستن نل ادرار. در تکلیف گرده دکترها از پیشش استفاده میکنه. همچنان در صنعت کسایی که با سرش سر کار داره بر سخت ساختن سرش، شما بعضا پیش کسایی که کار سرش میکنه برین سرش میزنه، اما زود باید خوش شه به خاطری که باز اگر نشه خوی جسمی که سرش داده دور میشه. به همونجوری که سرش داده از پشت یک اسپری دیگه میزنه، اونم دفعتا اون سرش چی میشه؟ سخت میشه. اونم چی میباشه؟ یوریتروپین. این هم یک مورد استفاده داره که در ساختن سرش از پیشش استفاده میکنه. خوب دقت کنید دوستای عزیز، اگر ما 6 تا فارمالدیهاید بگیریم، 6 تا فارمالدیهاید، این فارمالدیهاید است، همراه 4 تا امونیا ای را پلیمریزیشن کنیم، در نتیجه دوستای عزیز 6 مولکول آبش جدا میشه. 6 مولکول آبش که جدا شد باقی میمانه مرکب مورد نظری که ما گفته بودیم. سعی کنین متلین گروپای CH2 بود و تترا 4 تا گروپ امین.
گروپ امین امرایش یک جای میشه که وصل میشه. اینه CH2 رابطه میگیره امرای نیتروژن، رابطه امرای CH2، رابطه امرای نیتروژن، رابطه امرای CH2، رابطه امرای نیتروژن، رابطه امرای CH2، نیتروژن و CH2 نیتروژن. خب این شد 1 2 3 4 تا از این شد، از این 4 تا شد باید 6 تا شوه. بله نیتروژن 3 رابطه، این اینجا یک رابطه امرای چی می داشته باشه؟ امرای CH2، امرای CH2 و این مثلا رابطه داره امرای از این نیتروژن، اینی هم رابطه داره امرای یک CH2، رابطه داره امرای از اینه اگزامیتلین و تترا امین یا یورو تروپین حاصل میشه که تعاملش بر شما در کنکور نمیارم. خب اما که پیشتر گفته بودیم که الدیهایدها میتونه پلیمیرایزیشن زنجیری یا حلقوی بسازه. فورمالدیهاید هم میتونه به شکل زنجیری باشه هم به شکل حلقوی. اگر 3 تا فورمالدیهاید بگیریم به شکل حلقوی پلیمیرایزیشن میکنه. دقت کنین دوستای عزیز، اینی کربن، 1 هیدروژن، 2 هیدروژن، اینی هم اکسیژن و این اکسیژن هم رابطه همراه از این کربن، این هم 1 اکسیژن داره. کل از اینا دیگه تعاملش پیشتر گرفتیم. اکسیژن رابطه همراه کربن، 2 هیدروژن، رابطه همراه اکسیژن. اینه به این ترتیب. اگر 3 تا فورمالدیهاید بگیریم به این ترتیب. اگر چندین تا فورمالدیهاید باشه باز n تا فورمالدیهاید در نتیجه پلیمیرایزیشن زنجیری می سازه. هیدروژن هیدروژن رابطه او، رابطه هیدروژن هیدروژن رابطه او، به می ترتیب ادامه داره. و در اینجا براتون گفته که در 123 درجه سانتیگرادی کریستال ذوب میشه، رنگ سفید داره و 50 تا 100 تا مونومیر یک جای میشن با هم این زنجیر می سازد. استیصال فورمالدیهاید دوستای از میتایل الکل میتونیم فورمالدیهاید طبق تعامل عمومی اگر میتایل الکل اکسیدیشن کنیم فورمالدیهاید حاصل میشه. مثلا اگر داشته باشیم CH3OH اکسیدیشن شوه حاصل میشه فورمالدیهاید و آب. و همچنان از ارجای فورمیک اسید هم میتونیم به دست بریم. این فورمیک اسید باشه ارجا شوه بازم فورمالدیهاید حاصل میشه جمع آب. استالدیهاید آورده. استالدیهاید مایع بیرنگ در آب حل میشه، 21 درجه سانتیگراد غلیان میکنه، خاصیت زهری داره و میتونه 3 مولکولش یک جایش مثل از این پلیمیر حلقوی را بسازه. 3 تا استالدیهاید CH3COH. دقت کنید شما اینی کربن در نظر میگیریم، یک CH3 داره، یک تا H داره، این اینجا اکسیژنش رابطه شکست، همراه الدیهاید پولو وصل میشه. استالدیهاید ای هم یک اکسیژن داره، همراه از این کربن وصل میشه CH3H، همراه او وصل میشه و همراه از این وصل میشه. ولی اگر این مولکولش باشه پلیمیر زنجیری را جور میکنه. ما براتون اترام میگیرم CH3COH. اگه پلیمیرایزیشن شود در نتیجه رابطه CH3H O CH3H O به می ترتیب مولکولا با هم یک جای میشه. و اگه خواسته باشیم که استالدیهاید به دست بیاریم میتونیم از اکسیدیشن ایتایل الکل به دست بیاریم یا از ارجای استیک اسید به دست بیاریم. طبق قاعده عمومی اینمی دو تعامل همیشه به یاد شما باشه. اگر الدیهاید میخواین به دست بیارین یا تیزاب ارجاع کنین یا الکل اکسیدیشن کنین. اگر الدیهاید دو کربن داره شما الکل 2 کربن یا تیزاب 2 کربن را بگیرین. استیصالش نآورده ولی نه. اگر خواسته باشیم مثلا ایتایل الکل است، ایتایل الکل اگر اکسیدیشن کنیم به استالدیهاید و آب تبدیل میشه. و اگر استیک اسید هم ارجاع کنیم، استیک اسید ارجاع کنیم بازم به استالدیهاید و آب، این هم استیصال
استالدهاید است. خودتان هم حتما این درس یک دفعه بخوانین، باز جایی که مشکل بود پرسان کنین. روز دیگه بخیر در مورد کیتونا درس میخونیم. خدا حافظ، نگهدار.